سلام و روز شما بخیر باشد. بیننده عزیز آزاده، برنامه نوید بامدادی را در تقدیم من مولا رجب یوسفی تماشا دارید. تا 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز 16 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: از تاجیکستان خواستند دادرسی را که حکم سفید صادر کرد تعقیب نکند. 42 مهاجر برای شرکت در زنازنی در مسکو جزا گرفتند. و پاسخ وزیر نقلیات به سوال آن که آیا راه دوشنبه باختر هم پولکی می شود. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان با نشر بیانیه از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست پرونده انتظامی را نسبت به رستم سید احمدزاده، دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود، قطع کنند. این سازمان تاکید کرده است که دادرس‌ها در قبول قرار باید آزاد باشند و حقوق دارند در اساس قانون و ارزیابی انفرادی دلیل‌ها حکم صادر کنند. دعوت این سازمان بین المللی حقوقشناسان در حالی است که دادگاه عالی روز 1 ایول علیه رستم سید احمدزاده، دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف که یک ساکن ولایت سوغد را سفید کرده بود، پرونده انتظامی گشاد. کلیه تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 ایول کردار سید احمدزاده را بررسی کرده به او آگاهی داده است. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان در بیانیه خود گفته است با تقاضای دادستانی کل باز شدن پرونده انتظامی نسبت به دادرس دخالت مستقیم به کار دادرس می باشد و در عموم مستقلی دادگاه ها را در تاجیکستان به هم می زند. در پرونده انتظامی رستم سید احمدزاده که قبلا دسترسی رادیوی آزادی شده بود، دادگاه عالی محض روی قرارهای تاکید داشت که دادرس صادر کرده است، ولی بعدا آن در زینه‌های بالایی بیکار شده است. در تاجیکستان خیلی کم اتفاق می‌افتد که دادرس‌ها حکم سفید صادر کنند. دادگاه ناحیه کوزمین شهر مسکو بیش از 30 اشتراکچی زنازنی گروه مهاجران را در نزد مترو کوزمین که به جوابگری مأموری کشید. در مجموع روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 42 اشتراکچی زنازنی گروه مهاجران به جوابگری مأموری کشیده شدند. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که گروه از مهاجران آسیای مرکزی برای زنازنی در نزد مترو کوزمین که شهر مسکو در شب 11 ایول با قرار دادگاه جریمه و از قلمروی روسیه اخراج کرده می شوند. به اطلاع ریاست مرکزی وزارت کارهای داخلی مسکو، پس از جنجال گروه مهاجران 103 نفر آنها را به شعبه پلیس بردند. بعضی از آنها به ویران کردن قاعده های بودوباش و اوباش متهم شدند. در عین زمان نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان زنازنی اخیر را روز 15 ایول در سر میز مذاکرات مطرح خواهند کرد. گلزینه ممتخون و رهبر بنیاد رشد مهاجرت در صحبت با خبرگزاری ها گفته است مهاجران به روسیه برای کار آمدن، نه برای کشتن همدیگر. بنابراین به گفته او برای پیشگیری از چنین حادثه ها باید نمایندگی ها جلب کرده شوند. در ضمن بعد این زنازنی روز 13 ایول در مسکو بازداشت غیر قانونی گسترده مهاجران شروع شد. ولنتینا چوپیک رهبر سازمان مرکزی تانگ جهانی میگوید در دوام روز در این باره از مهاجران تقریبا 1000 مراجعت گرفته است. تعمیر 2 قسمت اولی راه دوشنبه باختر که پایتخت را به مرکز ولایت خزلان پیوست میکند تا ماه سپتامبر به انجام میرسد. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات روز 14 ایول ضمن یک نشست خبری در این باره گفت. در نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات که روز 14 ایول برگزار شد، روزنامه‌نگاران از وزیر پرسیدند که آیا بعد تعمیر پره راه دوشنبه باختر هم پولکی می شود؟ چون قبلا مسئولان وزارت نقلیات از احتمال پولکی شدن این راه خبر داده بودند، پاسخ وزیر نقلیات عظیم ابراهیم به این موضوع چنین بود: بیاید پیش عربا نداریم، حال راه سپاریم، حال مرحله سیمش حال نو شروع شده ساخته شود پره، بعد سر مسئله برگردیم. گپ سر اون میرد که ببینید من میفهمم که پرداخت کردن دلخواه مسئله که بردارن یک واکنش یک چیز به عمل می‌آورد، اما ببینید ما 70,000 ماشین داشتیم، حالی 5 میلیون ماشین داریم، 504,000 خیلی ماشین راه میگردن میروند، راه نگاه داشتن در کار است داخل. در تاجیکستان حالا تنها راه دوشنبه چناق پولکیه و در اختیار شرکت ایرس می باشد. مالک این شرکت که در منطقه آفشاری ویرجین ثبت نام شده است معلوم نیست. در نشست اخیری خبریش وزیر نقلیات از کار این شرکت توصیف کرد. فعالیت شرکت ایرس با نظر داشت اون که یک سال به واسطه من 11 ماه
ҳамчун вазир кор мекунам ва медонам ки нигоҳдории роҳ чист ва чӣ харҷ дорад баҳои аъло мегузорам. توصیف وزیر نقلیات از کار شرکت ایرس در حال است که سال 2019 وزیر سابق نقلیات خدایارزاده ضمن جلسه جنببستی وزارت از کار شرکت ایرس تنقید کرده گفته بود از بی‌مسئولیتی کارمندان شرکت در راه دوشنبه خوجند تنبشوی به وجود می آید و عین زمان شرکت را به خودسری هنگام پیشنهاد حسابات به مقامات گناهکار کرد، ولی بعد 3 ماه وزیر آن وقته نقلیات حرفش را دیگر کرد و از کار شرکت ایرس توصیف نمود. خدایارزاده بعد برکناری از وظیفه وزیر نقلیات در شرکت ایرس کار میکند. در هفته‌های اخیر با تصرف منطقه‌های نزدیک مرزی از سوی گروه طالبان ده‌ها پناهنده افغان به تاجیکستان فرار کردند. در میان آنها نظامیان و ساکنان ملکی هم بودند. بار اخیر روز 14 ایول 347 قرقیزتبار از ولسوالی یا ناحیه وخان به تاجیکستان فرار کردند. نظرها درباره قبول پناهندگان در تاجیکستان گوناگون است. برخی آنها در صحبت به همکارم نگار فضل‌الدین قبول پناهندگان را کار درست خواندند، ولی گروه دیگر در این باره نظر دیگر دارند. اگر همه خطر داشته باشند نه که مثال یگان فایده آوری باشه، یگان مثال تنجی باشه قبول کنم. نه. برای چی؟ باید اصلی کار مملکت شد برای دیگر نیت میبیام، برای همین. البته ما باید شهروندانی که از جنگ میگریزند باید قبول کنیم، لیکن زیر نظارت که ممکن در درون آنها جنگجویان هم باشند. خیلی از ما هم هست که به دیگر دولت ها سفر میکند، باید آنها را هم فهمیدن در کار که ما را میفهمم، ما باید آنها را فهمیم. ما خودمون مشکلات داریم، باز اینها را میخواهید قبول کنید؟ کفالت داده میتوانید؟ نه. سلام علیکم. ما فعالیم نکنیم خواهید. نبخشین خیلی من قبض نه. نه. تمام جهان در امیگرانت بسیار است. خیلی وضعیت تمام مملکت اون خط رنج نیست. باید ما هم دستگیری کنیم. همچون خودمون هم که آدم هستیم. همین مشکلی ها به سر ما هم ممکن که آید. ما را هم وقت یاردم کردن که روی دنیا یاردم کرد. ژاپن یاردم کرد، آمریکا یاردم کرد، ایران یاردم کرد، عربستان سعودی یاردم کرد. ما هم باید همچون بشریت یاردم کنیم. با نیتی نیک و صلح بیایند. ضمناً مقامات قرقیزستان اعلان کردند که قرقیزهای فراری از افغانستان را به کشورشان میبرند. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 14 ایول در بیانیه گفت به مقامات تاجیکستان مکتوب فرستاده درخواست کردند که برای حرکت بی‌ممانعت فراریان قرقیزتبار از تاجیکستان به قرقیزستان مساعدت کنند. مقامات تاجیکستان به این خبر هنوز واکنش نکردند. حکومت قرقیزستان در پی طلب برخی وکیلان پارلمان این کشور تصمیم گرفت که قرقیزتباران فراری را به کشورش برد. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 ایول را فرا میگیرد. 16 ایول سال 2020 دادستانی ولایت ختلون گفت 10 ساکنین ناحیه خراسان را برای به اجازه دست به اعتراض زدن جزا دادند. این در حالی بود که مردمی در پی آفت‌های طبیعی و سیل خانه و در خود را از دست داده از نبود کمک مقامات به نشان اعتراض راهی باختر دوشنبه را بستند. مقامات میگویند اعتراض و تجمع بدون اجازه منع است. 16 ایول سال 2009 رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده در جریان نشست مطبوعاتی از سهم مهاجران در چرخش اقتصاد کشور گفت. به قول رحیمزاده با وجود بحران اقتصادی مهاجران کاری همانا اقتصاد تاجیکستان را از راه ارسال مبلغ‌ها دستگیری می‌کنند. سالهای آخر مقامات از نقش مهاجران در انتقال‌های پولی آشکار صحبت نمی‌کنند. 16 ایول سال 2019 انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا از تأسیس جایزه بین‌المللی فیض نسا واحدوه خبر داد. به گفته مسئولین انجمن این جایزه در وزارت عدلیه لیتوا ثبت نام شده است و به افراد و سازمان‌ها در بخش دفاع از حقوق بشر داده می شود. حقوقشناس فیض نسا واحدوه که با پرونده‌های پر سر و صدای سیاسی سر و کار داشت ینوری سال 2019 درگذشت. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 16 ایول چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. این آخرین برنامه ما در هفته جاری بود، ولی شما همیشه می توانید خبرهای تازه را از سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.